سلام بیننده آزادی. حالا صحبتی داریم با سراینده معروف پاپ تاجیک زلیخا بانو. زلیخا بانو برای سال نو 2017 آمادگی های خیلی جدی دارند و تصمیم دارند با سرودی تازه خود یک جان نو در استرادای تاجیک ببخشد. خب زلیخا بانو، اون سرودی که شما ابراز می‌دارید که خیلی تازه است و از سرودهای قبلیتون تفاوت کننده است، در کدام موضوع است، چی نام دارد و با اون شما چی پیام به مردم می‌خواهید بدهید؟ ما راستی سرود رو ثبت کردیم، آماده است، ولی نام سرود رو انیخترش نمیدونم با نام بای بای باشد یا که با نام کوچولو، چون که از این نام ها ما استفاده کرده ایم در این سرودی که باید که برای 2017 پیشکش مخلصان شود. برای همین امیدوار هستم که انشالله در سال 2017 موفق میشوم با این سرود خود، شاید بازم مخلصان خود را زیادتر کنم. اینش هم باشد برای زندگی خودم سرایدم عشقی است، همچون هر وقت باوری دارم که کسانی که عاشقند و این سرودی من رو درک میکنند شاید پسندشان گردد. چی است؟ با چی شروع می شود؟ در این سرود همین یگان دخترکی هست که ارکگی میکند با یک نفری که دوستش میدارد و باوری دارد که ارکگیش رو میبردارد. برای همین در این سرود و من میگویم که دیگه با من کوچولو نگو، دخترکی خوشرو نگو. همین گپکای شیرینی با مزه دارد، یعنی یک نوزی دخترانه دارد. بله، یک نوزی دخترانه کودکانه. زلیخا بانو، تا کجا کار یک زن در صحنه هنر در تاجیکستان آسان است و هستند موردهایی که شما رو خیلی ناراحت میکند و با ایجاد شما اون تاثیر میرساند؟ اصلا هنرمند بودن بسیار دشوار است، قین است و ما زن هستیم، در برابر که زن خودش نازک است، در برابر این باز هنرمند هستیم. هنرمند هم یک بسیار نازکی ها دارد. مثلا یگان توی معرکه هستیم که یگان نفر میآید که یگان یک سخن میگوید که دل من میرنجد، اگر من قش و قوق کنم در اونجا دلی صدها رو من میتونم که زیغ کنم. برای همین هنرمند اصیل اگر که صدقاً دوست داری همین راه رو باید که کمک رول ببازی، که چون اگر زیغ هم باشی، خفه هم باشی از اون کس، نباید که نشان بدی به مردم، چون که در روزهای خرسندیشان دعوت میکنن با یک امید و آرزویی که در همونجا چهره همه رو فقط صنعتکار میتوند که بکشاید. بسیاری ها فکر میکنن که هنرمندان خیلی ثروتمندند. اونها بیشتر در اون کلیپ ها میبینن که شما سواری ماشین های زیبا هستین، در خانه های خیلی قشنگ در اینجا هستین، اندیشهشون این است که خیلی ثروتمند هستین. در اصل مثلا ثروت شما چی است و درآمد شما اصلا از حساب کلیپ، سرود ها است، برگزاری کنسرت ها است یا چیزی دیگه؟ راستی فکر میکنم که دارایی هر یک هنرمند این استعدادی او است، هنری او است و تا او درجه که مردم میبینند و فکر میکنند شاید تا او اندازه نباشد دارایی ما. ولی شکرانه میکنم دارایی من همین است که به همین حساب میانه رنگ مردم عادی زندگی میکنیم ولی شکرانه این میکنیم که چون این وطن تنج و آرام داریم که ما میتوانیم که سوار هر خیل ماشین های قیمت بها شویم و اینم از درآمدی همین توی معرکه هست و دعا میکنیم که در هر یک خاندان زیادتر همین خرسندی‌ها شود. درباره شرکتتون در توی مراسم های خرسندی مردمی صحبت کردید.
خب کمیته اندوز اخیراً هم رویخط سراینده‌هایی را نشر کرد که از اندوز قرضدار هستند و در رویخط‌های گذشته و در این رویخط هم اسم شما ذکر شده بود. خب مناسبت شما در سپردن اندوز چگونه است؟ البته که ما از روی شهادتنامه کارهای ایجادیمون رو پیش میبریم. ما فرزند این وطن هستیم. البته باید هر یک هنرمند اندازی خود رو سپارد. البته که ما از روی شهادتنامه کارهای ایجادیمون رو پیش میبریم و ما فرزند این وطن هستیم. چگونه باید نسپاریم؟ درباره وطن صحبت کردین و گفتین که هیچ گونه نمیخواین از اندوز قرضدار باشین. فکر میکنم خیلی وطن این دیار را دوست میدارین و شما از کمترین سراینده هستین که تلاش میکنین تا در همین محیط تاجیکستان بیشتر کلیپ های خود نواربرداری کنید. خود فکر میکنیم درباره این وطن هم سرودا دارین به جز عشق و عشقی؟ به نهایت وطنم رو دوست میدارم و یک سرودم درباره وطن آماده کردم. الکی تیار است. شاید که اولین شنونده تماشابینان آزادی باشند. ما یک چهار مصرعش رو میخوانم. امروز صدها هموطن از این دیار میروند، امید خوش روزی بسر به اختیار میروند. هوای مهن پشت سر، شمال غربت رو برو اندر غریبی کی کند. کسی رو جستجو، کسی رو جستجو. ای هموطن ای شکل رو اندر بدن، ای عشق من در قلب من، دنیای من ای هموطن. این سرود با نام هموطن مال منیژه دولت است ولی با قلم ارزوی سایف. خیلی خوب از منیژه یادآوری کردید. اصلا شما با منیژه سری چی همکاری میکنید و آواز شما خواندن شما هم در ابتدا خیلی شبیه منیژه بود. ما با منیژه دولت همکاری داشتیم، باز هم داریم و در این شب روز در جستجو و در تیار کردن یک چند سرود و آهنگای نو هستیم با همکاری با منیژه دولت. انشالله که روزهای نزدیک شاید پیشکش مخلصان بگردد. تشکر زیاد زلیخا بانو. سلامت خیلی تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما صحبت کردید. امیدواریم که همیشه با سرودهای تازه و جدید خود روی صحنه تاجیک باقی میمونید و دل مخلصان خود را شاد میکنید. یک جهان تشکر. تشکر با شما نیست.